عمرو لیث صفاری برادر یعقوب لیث دومین فرمانروای سلسله صفاری بود که در شرق و جنوب ایران حکومت میکرد. راجع به بنیانگذار سلسله صفاریان 2 برنامه ساختیم که لینکش رو خدمت شما توی قسمت توضیحات قرار میدم. خلیفه عباسی بعد اون اوضاعی که توی دوره یعقوب لیث اتفاق افتاده بود، برای آروم کردن اوضاع منشور ولایت خراسان، فارس، اصفهان، سیستان، کرمان و همینطور ریاست پلیس بغداد رو که پیش از اون در اختیار طاهریان بود به عمرو بن لیث داد. عمرو هم سال بعد دستور داد تا عبیدالله ابن عبدالله ابن طاهر از سمتش مسئولیت پلیس بغداد و سامرا رو به عهده بگیره و اون هم قبول کرد و از موفق عباسی خلعت دریافت کرد. روابط عمرو برای مدتی با موفق بسیار حسنه بود و اموال فراوانی رو برای موفق فرستاد که این اموال توی جنگ‌های موفق به اون بسیار کمک کردن. دولت عمرو هم دولتی پایدار نبود و اون هر ماه و هر سال با مدعیای حکومت توی خراسان و سیستان و فارس و اصفهان توی جنگ بود. زمانی که عمرو در فارس بود خراسان از دست میرفت، وقتی به خراسان میرفت سیستان غارت میشد، وقتی به سیستان میومد فارس گرفتار آشوب بود. هر بار این مردم بودن که از این آشوب ها رنج میبردن و حاصل دسترنجشون با اومدن هر امیر به عنوان مالیات 1 ساله از اونها گرفته میشد. این در حالی بود که گاه در 1 سال میبایست به چند امیر مالیات میپرداختن. امیرایی که عمرو در جایی منصوب میکرد بعد از رفتنش سر به شورش برمی داشتن یا خراجی که قرار بود برای اون یا خلیفه بفرستن رو برای خودشون برمی داشتن. با اومدن عمرو اگر تاب مقاومت داشتن مقاومت میکردن، در غیر این صورت با اموال میگریختن و به قلعه‌ای که فتح اون دست کم هزینه‌ای برابر همون اموال داشت پناه میگرفتن. این حوادث سلسله رویدادهای طولانی که صحبت از اونا جز سردرگمی برای شما عزیزان هیچ چیزی نداره. دولت صفاری از عیاران خراسان پدید اومده بود، اما وقتی رفته رفته قدرتمند شدن و مجموعه بزرگ رو در اختیار گرفتن، تو این زمان مجبور شده بودن فرمان خلیفه رو برای مشروعیت داشته باشن. در غیر این صورت جز سیستانی ها کسی ازشون حمایت نمی کرد. معتضد عباسی با زیرکی تمام از هر جهتی می کوشید تا با ایجاد دشمنی بین امیرای مختلف راه رو برای سلطه بیشتر عباسی ها هموار کنه. نفوذ دینی عباسی ها به عنوان خلیفه مشروع هم همیشه به اونها کمک می کرد تا از هواداری توده های مسلمان بهره مند باشن. مبالغ هنگفتی که هر از چندی عمرو برای بغداد میفرستاد فقط به این امید بود تا منشوری تازه دریافت کنه و در پی اون امیری خودش رو مشروع و دیگران رو شورشی و یاغی اعلام کنه. به هر روی خلیفه عباسی در اساس دل خوشی از صفاریا نداشت. دلیلش هم این بود که یعقوب هیچ احترامی برای خلیفه عباسی قائل نبود و عمرو هم گرچه رفتاری بهتر با اونا داشت اما زور تیغ رو بر منشور خلیفه ترجیح میداد. این بار مشکل اساسی صفاریان سلسله جدیدی بود به نام سامانیان که از چند دهه پیش در ماوراءالنهر به طور محدود قدرتی رو در اختیار داشتن. معتضد فرمان ماوراءالنهر و بلخ رو برای عمرو فرستاد و اعلام کرد که اسماعیل سامانی رو به امارت نمیشناسه. این فرمان عمرو رو به عمق ماوراءالنهر کشوند تا بتونه اون مناطق رو هم به سلطه خودش در بیاره. حمله عمرو به ماوراءالنهر از نظر سامانیان و مردمان این سرزمین یه دونه تجاوز آشکار بود. اسماعیل سامانی به مردم میگفت عمرو اومده که ماوراءالنهر رو بگیره و مردم رو بکشه و اموال رو به غنیمت ببره و زنان و فرزندان رو برده کنه. وقتی این چنین بود هر کسی در ماوراءالنهر بود همه با هم آماده شدند که به جنگ عمرو بیان. گفتن مردان کشته شویم بهتر از آن است که در اسارت کشته شویم. توی نبردی که در نزدیکی بلخ صورت گرفت عمرو به اسارت در اومد و اسماعیل اون رو به بغداد فرستاد. 2 سال بعد عمرو در زندان مرد یا کشته شد. برای مرگش هم گزارش دقیقی زیاد در دسترس نیست. به هر حال حکومت صفاری بعد این قضایا به یک بار فرو ریخت. خلیفه که از این خبر خوشحال بود فرمانی برای اسماعیل سامانی داد و بخش شرقی ایران رو به اون واگذار کرد. به این ترتیب روشن شد که فرستادن منشور ماوراءالنهر برای عمرو دادن اون به دست شیر بوده. البته باید اینو در نظر بگیریم که خود عمرو هم در گرفتن این فرمان اصرار داشته. خب دوستان لایک و کامنت و ساب رو فراموش نکنین. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. فعلا